با نام یاد خدا. قانون اوم بچه ها، مثلث میبینیم که VIR. این مثلث همیشه باید تو ذهنتون باشه. V میشه ولتاژ، I میشه جریان و R هم میشه مقاومت. این میشه قانون اوم. بریم یه مثال بزنیم. مثال اینه که مداری داریم که یه باتری 12 ولت، یه مقاومت 4 اومی، میخوایم جریانش رو به دست بیاریم. طبق همون مثلث میریم انجامش میدیم. میشه جریان برابر است با V تقسیم بر R، یعنی ولتاژ تقسیم بر R چند میشه؟ ولتاژ میشه 12، مقاومت هم 4 میشه 3، پس جریان میشه 3 آمپر. توان الکتریکی میخوایم دست بیاریم، میشه P برابر با VI. V میشه ولتاژ 12 ولت و I هم 3 آمپر که